دوستان نهایت عزیز، سلام، وقتان بخیر. امیدوار هستم که در هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین. به درخواست یک تعدادی از دوستان امروز در این ویدیو در قسمت بورسی های چین برایتون معلومات میتم. معمولا سه مرحله اساسی در مورد بورسی های چین را براتون تشریح میکنم. امیدوار هستم که تا پایین این ویدیو را ببینین که همه نیازمندی هایی که به خاطر بورسی های چین ضرورت است و همچنین لینک هایی که برای ثبت نام و به دست آوردن مواد لازم برای ثبت نام در بورسی‌های چین است در پایین ویدیو همراهتان شریک ساخته میشم. در این ویدیو در مورد انواع بورسی‌های چین صحبت میکنیم، در مورد از اینکه چی ضرورت است برای این بورسیه‌ها و اینکه پروسیجر اپلیکیشن این بورسیه‌ها چگونه هست. خب اولتر از همه اولین سوالی که به ذهنمان میرسه ای است که چرا در چین باید درس بخوانیم. درس خواندن در چین به دلایلی که در زیر درج شده حائز اهمیت است. یکی که دانشگاه چین در سالانه دارند در رنکینگ های جهانی جایگاه بسیار فوق‌العاده را میگیرند که از لحاظ فناوری و از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ جایگاه علمی اینها فعلا حائز اهمیتند. یکی به این دلیل اهمیت داره که در چین درس بخوانید و دوم اگر خواسته باشین که به صورت شخصی درس بخوانید، دانشگاه های چین در کدام دانشگاه ثبت نام میکنین معمولا هزینه اونقدر زیاد بر نمیداره در قسمتی مثلا فیسی دانشگاه و موارد دیگه. و موضوع شرایط تحصیلی و شرایط اجتماعی که در چین شما زندگی میکنین به لحاظ مسئولیت به لحاظ امنیت و گپا بسیار مساعد است و شما میتونید درس بخوانید. علاوه از این مهمترین دلیلی که در چین درس خواندن حائز اهمیت است، دانشجوی افغانستان فرصتی خوبی وجود داره است که هزاران بورسیه در کشور وجود داره و انواع مختلفی بورسیه وجود داره که شما در صورتی که واجد شرایط بوده باشین میتونین که بورسیه را به دست بیارین و تحصیلاتتان ادامه بدین. و نقطه آخری هم که چین هم به زبان چینایی هستن و هم به زبان انگلیسی و این معنی است که اگر شما مهارت زبان چینایی نداشته باشین اما مهارت زبان انگلیسی تان خوبتر بوده باشه شما میتونید که این بورسیه ها ثبت نام بکنید. بورسیه های کشور چین به چند بخش تقسیم میشن که من اینجا خدمتتان لیست کردم که البته اینا لیست مجموعی بورسیه ها نیست. بعضی از شهرها و بعضی برنامه های خاص دیگه هم هست که اونا بورسیه های خودشون دارن. اما مهمترین انواع بورسیه های چین شامل نمی بورسیه ها هستند که یکی به نام بورسیه CSC یا Chinese Government Scholarship یاد میشه که یمو اصلی ترین برنامه تحصیلی یا سکولارشیپ دولت چین است. و دوم بورسیه مافکام است که بورسیه مربوط به وزارت صنعت و اندستری چین میشه، وزارت تجارت چین میشه. بورسیه سومی هم مربوط میشه به خود ولایات یا حکومت‌های محلی در ولایات از خودشون بورسیه‌های مستقل دارن. نوع چهارم بورسیه‌ها مربوط میشه به بورسیه‌هایی که خود دانشگاه‌ها میدن و انواع مختلف بورسیه‌ها نظر به اینکه در کدام دانشگاه میخواین تحصیل بکنین دانشگاه از خودشون بورسیه‌های خاص دارن. بورسیه پنجمی هم بورسیه کانفوسیوس است که مربوط به انستیتوت کانفوسیوس میشه و تمرکزی از این بورسیه بر آموزش زبان چینایی است و بیشتر تمرکز بر بالای کسایی است که میخوان زبان چینایی را یاد بگیرن و معلمین زبان چینایی که در مراکز انستیتوت کانفوسیوس کار میکنن یا که عملا کار میکنن در بورسیه میتونن که به مقطعهای بالاتری تحصیلی مثل ماستری و دکترا ثبت نام بکنن. و بورسیه دیگه هم هست بورسیه‌ای که مربوط به انترپرایز ها میشه یا به بنگاه‌های تجارتی میشه یا نهادهای خصوصی هستند که اینا را حمایت میکنن. در پهلوی از اینا هم شهرهای مختلف نظر به برنامه‌های توسعه اقتصادی که وجود دارن شهرهای مختلف بورسیه‌های خاص خودشان دارن. مثلا ما یک بورسیه دیگه در چین داریم به نام بورسیه کمربند یگرا One Belt One Road Scholarship که در خیلی از شهرهای چین معمولا شهرهایی که با برنامه کمربند یگرای چین ارتباط دارن در اون شهرها دانشگاه معمولا بورسیه One Belt One Road هم ارائه میکنن. خب حالا خلاصه در مورد هر یک از این بورسیه‌ها براتون معلومات میتم. اولا بورسیه دولتی چین یا بورسیه CSC که است یک بورسیه کامل است به معنی که فیس دانشگاه، مصارف بود و باشتان
پرداخت میشه، مصارف بیمه سی پرداخت میشه و بر علاوه ازی ماهانه یک مدد معاش ثابت در طول 12 ماه برتان پرداخت میشه. این بورسیا هم برای دوره لیسانس هست، هم برای ماستری و هم برای دوره دکترا و هم برای کسایی که به عنوان ویزیتینگ سکالر به چین میآین. این بورسیا اونا را تحت پوشش قرار میده. اما مشکلی که وجود داره در قسمت بورسیای CSE است که میزان پذیرش از کمتر است و بسیار زیاد رقابتی هست. کسایی که متقاضی هستند از سراسر جهان در برنامه ثبت نام میکنن و بعد بر اساس نمود ظرفیت‌های موجود، اسناد و مدارک که مثلا ارائه میکنن و بک‌گراند تحصیلیشان برشان باز اولویت داده میشه. و این بورسیه هم مستقیما زیر نظر کمیته بورسیه های دولت چین فعالیت میکنه، یعنی بورسیه مرکزی دولت چین همی است. بورسیه نوع دیگه بورسیه مافکامی را میگن که از طرف وزارت کامرس یا تجارت کشور چین داده میشه، معمولا برای مقامات و مسئولین دولت ها داده میشه و برای ظرفیت های علمی و به اصطلاح تخصصی کشورهای در حال رشد. معمولا این بورسیه برای دوره ماستری و دوره دکترا داده میشه و یک سری از ترینینگ های کوتاه مدت هم برای مقامات کشورهای مثلا در حال توسعه و اونهایی که با کشور چین رابطه دارن با اونا داده میشه. و از لحاظ مالی این بورسیه قوی ترین پوشش مالی را داره که بر علاوه از اینکه هزینه تحصیلی و هزینه بود و باش داده میشه، میزان مدد معاشی که پرداخت میکنه نسبت به سایر بورسیه‌های چین بلندتر است. همچنان بیمه تحصیل را پوشش میده و تیکیت رفت و برگشت تی بین المللی ارائه میکنه، در حالی که سایر بورسیه‌های چین این امتیاز را ندارن. و روش ثبت نامی از یکی از معمولان از طریق سفارت چین میشه، چون تعدادی از بسیار زیاد محدود است، به گونه سهمیه داده میشه و از کشورهای مورد نظر از طریق سفارت چین یا از طریق وزارت‌های مربوط در کشور مربوطه اسناد به سفارت چین تحویل داده میشه و این بورسیه تمرکز میشه. تعداد بورسیه معمولا اندک است و تعداد کسایی که در بورسیه پذیرفته میشن معمولا از کشورهای افریقایی هستند. بورسیه سومی بورسیه‌های ولایتی کشور چین است که اینا هم قسمی که از نامش پیداست، ولایت‌های مختلف از خودشان برنامه‌های تحصیلی مشخص دارن. مثلا اگر شما در بیجینگ خواسته باشین، در شانگهای، شانسی یا هر جای دیگه ثبت نام بکنین، اینا دولت‌های محلی از خودشان، حکومت‌های محلی از خودشان یک بورسیه خاصی دارن که باز اینا ارائه میکنن از طریق دانشگاهایی که در اون ولایت‌ها وجود دارن. که بورسیه معمولاً به صورت نسبی یا به صورت کامل وجود داره، به این معنی که بخشی از بورسیه ممکن تنها هزینه فیس دانشگاه را شامل شوه و هزینه بود و باشه نداشته باشه، یا یکی از دوی زیر داشته باشه و مدد معاش نداشته باشه. معمولا نظر به نوعی به اصطلاح بورسیه در شهرهای مختلف در ولایت‌های مختلف متفاوت است. اما مزیتی که بورسیه داره است که گرفتن بورسیه نسبت به بورسیه‌های CSE آسان‌تر است، به دلیل از اینکه معمولا اکثریت محصلان از سراسر جهان در اون بورسیه‌های CSE یا بورسیه‌های مرکزی از طرف کمیته بورسیه‌های مرکزی دولت چین است در او ثبت نام میکنن. کمتر کسایی که هستند که با بورسیه‌های ولایتی چین آشنا هستند، از او خاطر گرفتن بورسیه آسان‌تر است. و روش ثبت از اینا به گونه است که شما در همون ولایت‌هایی که میخواین ثبت نام بکنین از طریق دانشگاه مستقیم ثبت نام میکنین و اسناد مدارکتون هم از طریق دانشگاه تسلیم میکنین و بعد طی مراحلش از طریق خود دانشگاه صورت میگیره. بورسیه بعدی مربوط میشه به بورسیه هایی که از طرف خود دانشگاه ها داده میشه که معمولا دانشگاه های چین مرتبط با اینا هست یا لابراتوارهایی که مرتبط با اینا هست، مراکز تحقیقی مرتبط با اینا هست. اینا خودشان ظرفیت زیر دارن که بورسیه تنظیم بکنن و برای محصلین بورسیه بدن. و بورسیه هایی که از طریق دانشگاه داده میشه اینا معمولا بر اساس ظرفیت ها و استعداد ها هست که یک پروسه کاملا رقابتی و آزاد است و کسایی شامل بورسیه های دانشگاه ها میشن که عملکرد خوبتر داشته باشن. در بورسیه دانشگاه ممکن است شما ثبت نام بکنین، سال اول کدام بورسیه دریافت نکنین
به صورت شخصی شما فیس دانشگاه و مصارفی بود باشه خودتان پرداخت بکنین، اما از سال دوم زمانی که نمرات شما و به اصطلاح عملکرد علمیتان خوب بود، باز دانشگاه با در نظر داشتی از او برتان بورسیه میده. و بورسیه دیگه‌ای که به نام بورسیه اینستیتوت کنفوسیوس شناخته میشه، این بورسیه قسمی که پیشتر اشاره کردم معمولاً برای کسایی داده میشه که میخوان زبان چینی رو یاد بگیرن و به عنوان زبان دوم او را در آینده تدریس بکنن. اولویت داده میشه به کسایی که بیشتر به این زبان علاقه دارن، میخوان در لیسانس بگیرن، و همچنان اولویت داده میشه برای معلمین یا کسانی که در مراکز اینستیتوت کنفوسیوس در کشورهای دیگه ایفای وظیفه میکنن. برای از اونا فرصت داده میشه تا اینکه در مقاطع بالاتری مثل ماستری و دکترا در قسمت زبان چینی به عنوان زبان دوم ادامه تحصیل بدهند. و این بورسیه هم که از هزینه فیس دانشگاه، هزینه بوده باش و یک مدت معاش ثابت پرداخت میکنن. برای بورسیه داشتن سند زبان چینی یا HSK که برش میگن، که HSK و HSKK که یکی امتحانی لیول زبان چینی به صورت همه‌جانبه هست، شامل بخش‌های مثل سپیکینگ و بخش‌های مثل لیسنینگ و ریدینگ و رایتینگ میشه، و بخش دیگه هم HSKK است که این امتحان شفاهی یا امتحان سپیکینگ زبان چینی است. در این بورسیه کسایی که ثبت نام میکنن نیاز به داشتن ازی دارن که حداقلش HSK 4 است که به اصطلاح لیول اینترمدییت HSK هست، و این شکل HSKK اینترمدییت که بالاتر از 60 نمره داشته باشن در این بورسیه پذیرفته میشن. و روش ثبت نام ازی از طریق اینستیتوت کنفوسیوس انجام میشه یا مرکزهای کنفوسیوس که در کشورهای مختلف وجود داره، و همچنان از طریق خودی وبسایت مرکزی اینستیتوت کنفوسیوس اسناد و مدارک تنظیم میشه و ثبت نامش صورت میگیره. خب چیزهای نیاز است برای ثبت نام به بورسیه‌های کشور چین، یا چی ضرورت‌های اولیه‌ای را باید یک کس داشته باشه یا شرایط اولیه‌ای را یک آدم داشته باشه که به این بورسیه واجد شرایط باشه؟ اولا اینکه خب باید شهروند چین نبوده باشه، و دوم از صحتی کامل برخوردار باشه، و بعد دارای بک‌گراند قوی تعلیمی و تحصیلی بوده باشه که او بر روی اسناد و مدارک شما ارائه میکنن سنجیده میشه. و سوم از به لحاظ نیازمندی‌های سنی یا محدودیت‌هایی که وجود داره در قسمت سن، کسایی که برای بورسیه‌های لیسانس ثبت نام میکنن باید سنشان از 25 بالا نباشه، کسایی که برای ماستری ثبت نام میکنن از 35، و کسایی که برای پی اچ دی ثبت نام میکنن باید پایین‌تر از 40 سال باشن. و کسایی که به عنوان اسکالر، ویزیتینگ اسکالر میخوان به کشور چین بورسیه بگیرن بیان، باید که زیر 50 سال سن داشته باشن. اما این شرایط سنی باید داشته باشین که شرایط سنی به صورت قطعی نیست. این شرایط سنی داده شده اینا مربوطی بورسیه‌های CSC میشه. معمولا بورسیه‌های دیگری که وجود داره مثل بورسیه‌های ولایتی، بورسیه‌ای که صرف خود دانشگاه داده میشه، بورسیه‌های مثل بلت وان رود یا بورسیه‌های کمربند یک راه، اینا نظر به شهرهای مختلف، نظر به دانشگاه‌های مختلف محدودیت‌های سنی از اینا فرق میکنه، که معمولا اصلا دانشگاهایی که تا حدود 30 سال را مثلا برای لیسانس میگیرن، تا حدود 40 سال را برای ماستری میگیرن، تا حدود 50 سال را برای پی اچ دی یا دکترا میگیرن. این شرایطی اینجا ذکر شده خصوصا در مورد ضرورت‌های سنی، اینا معمولا برای بورسیه‌های CSC ضروری است. خب به لحاظ تعلیمی تحصیلی چه چیزایی لازم است؟ چیزایی که شما لازم دارین برای دوره لیسانس، شما هم شهادتنامه صنف 12 را ضرورت دارین و نمرات 3 سالتون ضرورت دارین. برای کسایی که ماستری میخوان بخونن، خود دیپلمی دوره لیسانس و ترانسکریپت دوره لیسانس ضرورت است. برای کسایی که میخوان پی اچ دی بخونن، و اسناد دوره ماستریشون و ترانسکریپت دوره ماستریشون ضرورت است. نیازمندی های زبانی یا شرایط زبانی که برای بورسیه‌های چین ضرورت است، اینا نظر به نوع بورسیه فرق میکنه. اگر شما بخواید که بورسیه‌ای بگیرین که به زبان چینی تدریس شود، اگر شما امتحانی HSK را حداقل HSK 3 یا HSK 4 را اگر اسنادش داشته باشین، چانس پذیرفته شدنتان در این بورسیه بسیار زیاد بالا هست. اما اصلا دانشگاهی که شما میتونین که بورسیه‌ای بگیرین که به زبان چینی تدریس میشه، اما دانشگاه 1 سال اول را برتان
زبان تدریس میکنه و این البته این بورسیا بیشتر برای بورسیای غیر سیاسی است. این شکل در مورد امتحان آیلتس و تافل دانشگاه چین یک قاعده مشخص ندارن یا بورسیای چین اکثریتی دانشگاهایی که در رنکینگ جهانی جایگاه بلند داشته باشند، کیفیت تدریس بلند داشته باشند، اینا معمولاً به اسناد زبان انگلیسی ضرورت دارن. ولی اصلا و اینجا یک نکته دیگه که میخوام تذکر بدم است که امتحان دولینگو در دانشگاه کشور چین به صورت مکمل پذیرفته نیست و به عنوان یک تست معیاری بین‌المللی قابل قبول است. یعنی اگر شما آیلتس و تافل نداشته باشین اما امتحان دولینگو را پاس کرده باشین، البته ضرورتی به اصطلاح معیار نمرات دانشگاه فرق میکنه، معمولا بالاتر از 90 تا 110 از 100 به بالا که کلا قابل قبول است، دانشگاه ممکن حدود 90 به بالا را بپذیرن. امتحان دولینگو را شما میتونید بگیرین به عنوان سند زبان ازش استفاده بکنید. خب چی اسنادی شما برای ثبت نام بورسیای چین ضرورت دارین؟ در قدم اول شما پاسپورت ضرورت دارین، اما باید داشته باشین که پاسپورت به صورت 100% نیاز نیست. در اکثر بورسیای کشور چین وقتی شما ثبت نام میکنین، معمولا از طریق دانشگاه ثبت نام میکنین، در قسمت خانه‌پری پاسپورتتان یک جایی هست که شما در صورتی که پاسپورت نداشته باشین اونجا میگین که من پاسپورت ندارم و هر زمان که پاسپورت گرفتین میتونین معلومات پاسپورتتان در سیستم علاوه بکنین. اما اگر پاسپورت داشته باشین از همه بهتر. خب اسناد تحصیلی مثل ترانسکریپت و مثل دیپلم ضرورت دارین. اگر برای دوره لیسانس شما ثبت نام میکنین، شهادت نامه و نمرات 3 سالتان ضرورت است. برای دوره ماستری دیپلمی، دوره لیسانس و ترانسکریپتتان ضرورت است و همچنان برای دوره دکترا اسناد دوره ماستریتون ضرورت است. و شما یک استادی پلان و ریسرچ پروپوزال ضرورت دارین که البته ریسرچ پلان معمولا برای دوره لیسانس و دوره ماستری است و ریسرچ پروپوزال برای دوره دکترا هست. برای دوره لیسانس و دوره ماستری شما نیاز است که یک داکومنت نوشته بکنید که در او خودتان معرفی میکنید، در استادی پلان خود را معرفی میکنین و بعد انگیزه ای که شما میخواین که چرا میخواین که در این برنامه ثبت نام بکنین، چی انگیزه وجود داره، دلایلتان رو درج میکنین و بعد پلان آینده تان را که شما چی چیزی را میخواین که از این بورسیه به دست بیارین. به صورت خلاص حدودی 500 تا 1000 کلمه یک استادی پلان نوشته میکنین، کفایت میکنه. و بعدم معمولا برای دوره های فوق لیسانس، برای ماستری و دکترا 2 تا ریکامندیشن لتر ضرورت هست، اما برای دوره لیسانس چنین چیزی به صورت حتمی ضرورت نیست. و داشتن سند زبان براتون در گرفتن بورسیای چین بسیار زیاد کمک میکنه، خصوصا که برای دوره ماستری و دوره دکترا اگر شما ثبت نام میکنین، داشتن از اینا براتون بسیار زیاد کمک میکنه. و سند دیگه که ضرورت است برای ثبت نام در بورسیای چین به نام فیزیکال اگزامینیشن فرم یا مدیکال اگزام فرم است که امو به اصطلاح چک سی است. شما از صحتتان در شفاخانه‌ای که وجود داره در هر کدامش میرین تست سی انجام میتین و بعد دکترها رو تایید میکنن و باز شامل دیگه علاوه میکنن و اسناداتون رو در سیستم اپلود میکنین. و آخرین شم نان کریمینال ریکورد است یا سندی که نشان میده که شما کدام بک‌گراند جرمی در کشور مربوطتان ندارید، که ایرا معمولا شما مراجعه میکنن به وزارت داخله در افغانستان و از طریق وزارت داخله باز تنظیم میشه، یک فرمی است از طریق از اون روان میشه وزارت خارجه و وزارت خارجه به سفارت چین و تایمرایل میشه و شما دوباره ورق سفارت چین به دست میارین که نمو به نام نان کریمینال ریکورد است که اون جزئی اسنادتان ثبت میکنین. خب چی پروسیجرهایی وجود داره و از کجا شروع بکنیم؟ در بورسیای CSE وقت شما میخواین ثبت نام بکنین، در وبسایتش که من لینکش در ختم ویدیو همراهتون شریک میسازم، شما اول دانشگاه و برنامه مورد نظرتان انتخاب میکنین و در سایت خود CSE در اینجا یک حساب باز میکنین و بعد اونجا ثبت نام میکنین. من لینک ویدیوی قبلی که در قسمت چند سال پیش ساختم را خدمتتون شریک میسازم، به صورت گام به گام پروسه ثبت نام CSE رو براتون تشریح کردم. مطابق از او شما ثبت نام میکنین و بعد اسناد را اپلود میکنین. معمولا بورسیای CSE از طریق دولت چین به شکل همکاری‌های متقابل با کشورها داده میشه به شکل سهمیه. وزارت تحصیلات عالی از طریق خودش به دانشگاه سهمیه رو توزیع میکرد که باز افرادی که معرفی میشدن بعد از اینکه اسنادشون تنظیم میشد از طریق وزارت تحصیلات بعد سفارت چین میرفت و سفارت چین خودش تایمرایل میکرد
وقتی اسنادتان در سیستم به صورت آنلاین ثبت شد و دوباره پس از طریق مرجع مربوط به سفارت چین تحویل داده شد، بعدا شما منتظر نتیجه میمانید تا اینکه همو پذیرشتان بیاید و نتیجه اعلام بشه. برعکس یزی در بورسیه‌های ولایتی که از شما خودتان به صورت مستقل در وبسایت دانشگاه میرین ثبت نام میکنین که او هم یک اپلیکیشنی طولانی داره که شما شامل بخش‌های مختلف میشه، مشابه است با اپلیکیشن CSC. کسایی که میخوان در بورسیه‌های ولایتی ثبت نام بکنن، ویدیوی قبلی که من ثبت کردم اگر تماشا بکنین میشه که باز در قسمت هم مشکل نداشته باشید. و بعد اسناد و مواد لازم را در سیستم وارد میکنین و منتظر پروسه ریویو میمانین تا اینکه ریویو میشه و ادمیشن میگیرین یا نمیگیرین، سیستم براتون خودش نشان میده. این شکل بورسیه‌های دانشگاه هم این پروسیجر داره. شما در وبسایت دانشگاه معمولا میرین ثبت نام میکنین، اسنادتون اپلود میکنین چیزی که ضرورت دارن و بعد پروسه هم ریویو انجام میشه و مطابق اسناد و مدارک شما تنظیم کردین و بک‌گراند تحصیلیتان تصمیم گرفته میشه که براتون بورسیه داده شود یا نه. در بورسیه کنفوسیوس که است اما مراحل اندکی متفاوت است. اولا شما در خود وبسایت کنفوسیوس میرین، یک اکانت میسازین و بعد در اونجا ثبت نام میکنین و اسنادی را که دارین در سیستم سابمیت میکنین و بر علاوه از او اما اسنادی تست زبان چینی را در سیستم اپلود میکنین. و چیزی که اینجا در بورسیه کنفوسیوس متفاوت است که شما از یک نهاد یا از یک مرجعی باید یک ریکامندیشن لتر داشته باشین که اینا معمولا در کشورها خود اینستیتوت کنفوسیوس است که برای شما موافقه میده یا براتون یک ریکامندیشن لتر میده که نمی آدم از آدرس ما به همین بورسیه معرفی شده. یا اگر شما در معمولا به این بورسیه کنفوسیوس که از به دانشگاه‌های مشخص در کشور چین داده میشه، شما اگر جستجو بکنین که به کدام دانشگاه مثلا در سال 2026 بورسیه کنفوسیوس داده شده، در اینترنت اگر جستجو بکنین لیست دانشگاه را براتون میده و وقتی شما ثبت نام میکنید این بورسیه و دانشگاه مربوط تماس میگیرین که من در بورسیه مثلا سال 2026 اینستیتوت کنفوسیوس ثبت نام کردم و از شما خواهان ازی هستم که مرا به اینستیتوت معرفی بکنن و بعد اونها از طریق خودشان یک ریکامندیشن لتر براتون میدن و خودشان هم راجع میکنن به اینستیتوت که باز در قسمتی از او همون دفتر مرکزی همی کنفوسیوس اینستیتوت باز در قسمت اسکالرشیپ تصمیم میگیره. خب چه چیزا رو انجام بدیم که چانسی برنده شدن اپلیکیشن مان قوی باشه؟ چه چیزا باید صورت بگیره؟ اولا اینکه بورسیه‌های چین یک زمانبندی مشخص برای ثبت نام دارن که ثبت نام بورسیه‌های چین معمولا از ماه 12 سال که از دسامبر مثلا امسال از شروع میشه تا سال بعدی ماه اپریل الا ماه می و جون ادامه پیدا میکنه و این زمان بندی که از برای بورسیه‌های مختلف فرق میکنه. برای بورسیه‌های CSC معمولا از ماه دسامبر تا ماه اپریل است و برای بورسیه‌های ولایتی، بورسیه‌هایی که طرف دانشگاه هست و بورسیه‌های دیگه ای که داده میشه، این زمان بندی میتونه که تا ماه جون ادامه پیدا بکنه و بعد در ماه جولای معمولا نتایج اعلام میشه یا در آخرای ماه جون نتایج اعلام میشه. خب این را در نظر داشته باشین که اگر شما میخواین ثبت نام بکنید در بورسیه، هر قدر وقت‌تر ثبت نام بکنین چانسی از اینکه اپلیکیشن تان زودتر ریویو بشه وجود داره و چانسی از اینکه شما این بورسیه را به دست بیارین وجود داره. در قدم دوم شما نیاز است که یک استادی پلان قوی جور بکنین. اگر شما میخواین برای ماستری یا برای لیسانس ثبت نام بکنین، انگیزه‌های بسیار مشخصی را میگین. اول خودتان به صورت مکمل معرفی میکنین، بعد چی انگیزه‌هایی باعث میشه که شما چین را به عنوان به اصطلاح مقصد تحصیلتان انتخاب میکنین، چی چیز باعث از این میشه و بعدی که شما از این برنامه چی توقع دارین و آینده تان را با این برنامه چگونه پیش بینی میکنین، در آینده چی چیزی میخواین بشین به صورت بسیار صادقانه، واضح و قوی. در مورد نوشتن استادی پلان البته کدام نقشه راه مشخصی وجود نداره، هر کس به نوعی را نوشته میکنه، اما اگر استادی پلان شما در مطابقت این برای دوره لیسانس وضع کردن و این معیار از امسال به صورت آزمایشی آغاز شده و از سال 2027 به صورت قطعی در سراسر چین، در سراسر دانشگاه چین تطبیق میشه، که البته این هم میتونه یک خبر خوب بوده باشه و هم یک خبری نه چندان خوب برای کسایی که میخوان در چین تحصیل بکنن.
قبل از این کسایی که در چین برای دوره لیسانس می آمدن کدام امتحان خاصی از اونا نمی گرفتن، فقط یک مصاحبه در همون جریان اپلیکیشن مصاحبه ازشون گرفته میشد و بعد مطابق از او تصمیم گرفته میشد. اما اکثریت محصلای خارجی زمانی در چین آمدن به دلیل پایین بودن ظرفیت تحصیلی اینا درس را پیش بردن نتونستن، از خیلی از کورس عقب ماندن، ناکام شدن و بعد معمولا کیفیت تدریس را در صنوفی که اینا به صورت مشترک با چینایی‌ها درس می‌خواندن پایین آورد. به خاطر از اینکه مشکل برطرف کرده باشند، کشور چین یک تازگی یک امتحانی را به نام امتحانی CSCA که China Scholastic Competency Assessment میگن یا در حقیقت هم امتحانی ورودی دانشگاه هست، این امتحان را به تازگی برای دوره لیسانس در نظر گرفته. کسایی که میخوان در بورسیه‌های لیسانس کشور چین ثبت نام بکنن، بر علاوه اسنادی که قبلا در اسلاید پیشتر امراتون شریک ساختم، اونا باید سرتیفیکت امتحانی CSCA هم داشته باشن که یک امتحانی اضافی است. امسال در حدود 400 دانشگاه چین تطبیق شده، در بخش دیگرش تطبیق نشده و از سال 2027 به صورت سراسری تطبیق میشه. اگر شما میخواین که برای بورسیه‌های دوره لیسانس کشور چین ثبت نام بکنین، گرفتن آمادگی برای امتحان CSCA یک چیزی حتمی هست و اگر نمره خوبتر در امتحان CSCA بگیرین، چانس موفقیتتان در بورسیه‌های لیسانس کشور چین بسیار زیاد میشه. این امتحان شامل چند بخش میشه. یکی معمولا ریاضیات هست، زبان انگلیسی است، زبان چینایی است، فیزیک است و مضامینی مثل کیمیا و اینا هستند، مضامین ساینسی هستند. شما اگر میخواین که در بخش‌های ساینس، در بخش‌های مضامین رشته‌های ساینسی ثبت نام بکنید، مثلا در بخش‌های انجینری، در بخش‌های طبابت، در بخش‌های کامپیوتر ساینس، در بخش‌هایی که بیشتر بخش‌های ساینسی هستند، مضامین ساینسی را باید که امتحان بدید و هر رشته تحصیلی نیازمندی‌هاش برای امتحان فرق میکنه. در دانشگاهی که شما ثبت نام میکنین اونا به صورت مفصل باز برتانی را میگن. و اگر میخواین که در برنامه‌های علوم اجتماعی ثبت نام بکنین، معمولا از شما تست زبان چینایی را میگیرن، تست زبان چینایی و معمولا ریاضی گرفته میشه. اینی را شما باید در نظر داشته باشین. کسایی که میخوان برای لیسانس امسال یا سال‌های آینده در کشور چین ثبت نام بکنن، باید آمادگی لازم برای ریاضی گرفته باشن و یک کریکولم مشخصی برای ریاضی وجود داره. دانشگاه مختلف یک کریکولم را باز اختیار محصلا قرار میتن که از طریق از او آمادگی بگیرن و در امتحان شرکت کنن. و در پایان هم یک لیستی از لینک های ضروری که برای بورسیه‌های کشور چین است را خدمتتان شریک میسازم. اینا را در دیسکریپشن ویدیو هم میمانم. لینک اولی که است سایت مرکزی CSC است یا بورسیه‌های مرکزی دولت چین است. شما میشه که در اینجا مراجعه بکنین، ثبت نام بکنین. از طریق بورسیه‌های CSC اگر میخواین ثبت نام بکنین، اینمی وبسایت شما اکانت میسازین و از این طریق ثبت نام میکنین و اسنادتون اپلود میکنین. کسایی که برای دوره لیسانس علاقمند ادامه تحصیل در مقطع لیسانس در کشور چین هستند برای امسال یا برای سال آینده، اگر میخوان که امتحان CSCA را بگیرن یا در موردش معلومات بیشتر کسب بکنن، لینک دومی را میشه که شما برین سر بزنید ببینین که امتحان CSCA چی است و چه چیزایی ضرورت داره. لینک سومی مربوط میشه به اینستیتوت کنفوسیوس. کسایی که میخوان در بورسیه‌های اینستیتوت کنفوسیوس ثبت نام بکنن، میشه که از طریق این لینک وارد بشن، اکانت بسازن و مراحل لازم را طی بکنن. و لینک چهارمی هم فیزیکال اگزامینیشن فرم است که یک نمونه‌ش در این لینک وجود داره، میشه که شما دانلود بکنین و باز خانه‌پری بکنین و چیزی اسنادتان در سیستم اپلود بکنین. این بود یک معلومات فشرده در مورد بورسیه‌های چین و در قسمت ثبت نام بورسیه‌های چین. معمولا در بورسیه‌های CSC ویدیوی قبلی را که من ساختم لینکش در دیسکریپشن ویدیو هم براتون شریک میسازم، میشه که باز شما ببینین و اگر مشکلی بود میشه که در پایین ویدیو کامنت بگذارین. در صورت موجودیت مشکل انشالله که با سوالات شما پاسخ داده میشه. یک جان